علاقه‌مندان به طراحی سیاه قلم و نقاشی. دوستان میخواییم آموزش طراحی سیاه قلم رو از مبتدی تا حرفه‌ای براتون به صورت فیلم هر شب یک فیلم بذاریم و انشالله که بتونید که از آموزش ها استفاده کنید و شما هم بتونید طرح‌های خیلی قشنگی رو به تصویر بکشید و از آموزش ها کاملا استفاده کنید. عرضم به حضورتون که قبل از اینکه طراحی رو شروع کنیم یک عرضی داشتم خدمتتون بچه ها، اینکه خیلی ها میان میگن که طراحی یک علاقه خاصی میخواد یا استعداد میخواد. نه، همچین چیزی نیستش. طراحی هم مثل الباقی کارهایی که ما داریم در روز انجام میدیم و شاید خیلی هاشون رو اصلا دوست نداشته باشیم، ولی اون راه و روشی که داره رو اگر درست و صحیح انجام بدیم شک نکنید که شما هم به راحتی میتونید طراحی رو انجام بدید. منتهای مراتب یک سری اشخاص هستن که نمیخوایم اسم ببریم ازشون، برای اینکه بخوان کسب درآمدی داشته باشن از طریق حالا طراحی آموزشگاه دارن، حالا هر چی، یه خورده کار رو سخت جلوه میدن و یه خورده کار رو کش میدن و این کش دادنه خیلی از هنرجوهایی که من دیدم رفتن داخل آموزشگاه ها بعد از یک مدتی پشیمون میشن و دیگه کار نمیکنن و از طراحی هم زده میشن. ولی این متدی که من میخوام براتون آموزش بدم متد خیلی ساده، خیلی ساده و شما در همون هفته اول میتونید چهره خودتون، چهره پدر، مادر، خواهر، برادر یا هر کسی رو که دوست دارید چهرش رو بکشید. میتونید به راحتی تمام هفته اول کلیاتش رو به راحتی انجام بدید. خب دیگه زیاد صحبت نمیخوام کش بدم و بریم سر وقت آموزش. بچه‌ها شیوهی که ما میخوایم آموزش بدیم خدمتتون شیوه جدولی هست و تو شیوه جدولی شما به راحتی میتونید طراحی سیاه قلم رو خیلی راحت یاد بگیرید و خیلی راحت بکشید. عرضم به حضورتون که تو شیوه جدولی شما یک جدولی رو روی کاغذی که قرار طراحی انجام بدید، یک جدولی رو باید روی این کاغذ اول ترسیم کنید. این جدول چه کمکی به شما میکنه و اصلا علت این که ما به صورت جدولی میخوایم کار کنیم چی هست؟ علتش اینه که بچه‌ها زمانی که شما با جدولی به صورت جدول بندی کاغذتون رو انجام میدید، مثلا جدول های 2 در 2 سانت در 2 سانت، چشم با مقیاس ها و اندازه ها و فاصله ها به مرور زمان آشنا میشه و شما میتونید به مرور زمان وقتی جدول 2 سانت در 2 سانت رو ترسیم کردین و طرحتون رو کشیدید، توی طرح‌های بعدی وقتی چشم آشنا میشه با فاصله ها و اندازه ها و مقیاس ها میتونید جدولتون رو بزرگتر کنید، مثلا جدول 4 در 4 6 در 6 و در آخر خیلی راحت دیگه چشمتون عادت کرده و به راحتی دیگه میتونید اصلا دیگه جدولی نکشید، چون چشم دیگه با مقیاس ها و اندازه ها آشنا شده و شما میتونید فقط طرح رو نگاه کنید و به راحتی طراحی کنید. توی این شیوهی که بهتون آموزش میدم حتی یک کودک 8 ساله، 9 ساله و 10 ساله هم به راحتی میتونه طراحی چهره رو انجام بده. خب بریم سر وقت آموزش که این جدول رو به چه نحوی و به چه شکلی باید بکشیم. بچه‌ها دقت کنید، ما توی طراحی سیاه قلم اولاًش که نمیخواد حتما از وسایل خیلی حرفه‌ای استفاده کنید. شما نیاز به یک خطکش 50 سانتی شیشه‌ای دارید که این خطکش 50 سانتی شیشه‌ای باید شیشه‌ای باشه، چون باید پشت کارتون رو حتما ببینید. یه مداد نوکی میخواید یا به اصطلاح همون اتود
حالا فرق نمیکنه 5/10 باشه یا عرضم به حضورتون که یه خورده حالا نوکش ضخیم‌تر باشه، اصلا هیچ فرقی نمیکنه، ولی خب 5/10 که باشه خیلی خیلی بهتره. و برگه آسه، روی برگه A4 هم میتونید این کار رو انجام بدید، ولی خب چون برگه A4 خیلی کوچیک هست و طرحتون رو خیلی کوچیک میکنه، جزئیات رو هم کوچیک میکنه و به مراتب یه خورده سخت‌تر خواهد بود، ولی روی برگه آسه خیلی راحت‌تر میتونید کار رو زودتر یاد بگیرید. چجوری ما باید جدول رو بکشیم روی کاغذ آسه؟ بچه همیشه یادتون باشه ما زمانی که میخواییم جدولمون رو روی کاغذ آسه بکشیم حتما از ابتدای کاغذ شروع میکنیم به علامت زدن 2 سانت در 2 سانت تا کف. بچه ها همیشه یادتون باشه زمانی که میخواید این علامت رو بگذارید طبق این خطی که روی خطکش هست، یعنی به سمت راست کشیده شده، یک نقطه کاملا ریز، نیایید نقطه گرد بذارید، چون نقطه گرد خودش 2 میل قطرشه و ما میخوایم فقط یک علامت کوچیک بذاریم که قراره که این نقطه هایی که در هر دو طرف ما 2 سانت تا کف میاییم قراره که این نقطه ها رو به هم وصل کنیم. پس کاملا یک نقطه کاملا ریز میذارید. حالا روی عدد 2 بخواید بذارید خیلی بهتر، راحت تری، 2 4 6 8 10 تا کف. پس حتما یادتون باشه که یک علامت کاملا ریز بذارید که بتونید زیاد قطر نگیره که بخواد اون جدولتون رو به هم بریزه. بعد در ذهن بچه‌ها این رو تو حضور ذهن داشته باشید، تو ذهنتون داشته باشید که جدولی که شما میکشید کاملا باید دقیق باشه، کاملا حتی 1 میل نباید کمتر و یا بیشتر بشه. چرا؟ چون به گفته یه شعری خیلی ضرب المثلی هست، میگن خشت اولگر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج. پس سعی کنید که حتما اندازه هاتون کاملا دقیق باشه. جدولتون از خود طرحتون مهمتره، چون اگر اینجا 1 میل اشتباه کنید توی طرحتون به مراتب که میایید پایین رو میکشید تا 0.5 سانت اختلاف پیدا خواهد کرد و طرحتون اون چیزی که میخواید نخواهد شد. بچه یه چیز دیگه، یه نکته دیگه هم بهتون بگم که خیلی خیلی مهمه. بچه نگاه کنید، من الان اینجا از 2 شروع کردم، 2 سانت تا کف اومدم. خونه آخر من دوباره همون 2 سانت رو بهم داده، ولی تو بعضی از برگه ها این خونه آخر 2 سانت نمیشه، مثلا میشه 1 سانت و 3 میل، 1 سانت و 7 میل. سعی کنید همیشه اون پرتی کار که 2 سانت دیگه نمیشه، میشه 1 سانت و 2 میل، 1 سانت و 3 میل، 1 سانت و 7 میل، یعنی 2 سانت شما دیگه تو اون پایین نیست. اون پرتی کار رو همیشه یا بندازید کف یا بندازید بالا. اگر از بالا خط کشی رو شروع کردید، علامت زدن که رسیدید به کف، پس پرتی کارتون رو بندازید پایین. بعد در ضمن فراموش نکنید وقتی که این سمت کاغذ رو از بالا شروع کردید، علامت زدید اومدید تا پایین، سمت مقابلش رو هم دوباره از بالا شروع کنید تا پایین علامت بزنید. من گاهن دیدم خیلی اشتباه میکنن، از اینجا شروع کرده 2 سانت اومده تا پایین، ولی وقتی میخواد این ور برگردش علامت بزنه بیاد تا کف، از پایین میره به بالا. این به خاطر اون میگم نکنید این کارو، چون بعضی از برگه ها اون 2 سانت آخر، یعنی عدد زوج آخر رو به ما نمیده و ممکنه که پرتی کار داشته باشه، مثلا خونه آخرتون 1 سانت و 7 میل باشه. بعد شما زمانی که میخواید این ور از بالا شروع کردید اومدید تا کف، این ور وقتی از پایین میخواید برید تا بالا، اون 1 سانت و 7 میله یه بار اینجا میفته، یه بار این پایین میفته و خطای شما کاملا کج خواهد شد. ولی وقتی که از همین ور شروع کردید اومدید پایین، این سمت مقابلش رو هم دوباره از بالا شروع کنید بیایید تا کف تا اون فاصله ها رعایت بشه و کارتون زیبا در بیاد، جدولتون کاملا زیبا در بیاد.
بچه من اینجا رو دیگه نمیخوام علامت بزنم. خب یکی نمونه آماده کردم از قبل که اون الان میخوام بهتون نشون بدم که جدول به چه شکلی خواهد. ببینید دوستان، این همون جدولی که خدمتتون عرض کردم. از اینجا ما علامت زدیم تا کف، این طرف رو هم همینطور علامت زدیم تا کف. حالا این خطوط رو ما این نقطه ها رو به همدیگه وصل کردیم. متوجه شدید تا اینجا رو؟ یعنی تمام این خطوط هایی که نیاز بود، این نقطه هایی که گذاشته بودیم، خطکش رو کاملا روی نقطه قرار بدید و این خطوط رو به هم وصل کنید. بچه یک نکته هم اینجا بهتون بگم، توی برگه سفیدی که دارید میخواید طراحی رو روش انجام بدید، سعی کنید این خطوط رو کاملا کمرنگ بکشید. من الان اگه دارم پررنگ میکشم به خاطر اینکه شما بتونید این خطوط رو ببینید، چون دوربین رو نمیتونیم بیشتر از این زوم کنیم رو کاغذ تا بتونید کل برگه رو شماها عزیزان ببینید. پس خطوطتون رو روی برگه‌ای که قرار طراحی رو روش انجام بدید کاملا کمرنگ بکشید. چرا باید کمرنگ بکشید؟ چون زمانی که شما طراحیتون روی این کاغذ تموم شد باید این جدول پاک بشه و هیچ اثری از جدول روی کاغذ دیده نشه. وقتی که پررنگ بکشید اون رد جدول خواهد موند و ما نمیخوایم رد جدول روی کار بمونه که کار رو خراب کنه. پس خطوط رو کاملا کمرنگ بکشید و حتما خطکش رو روی دوتا نقطه‌تون بگذارید، بعد خط رو بکشید، نه 1 میل بالاتر و نه 1 میل پایین تر. بعد اینکه این خطوط رو تا پایین کشیدیم، حالا میایم چیکار میکنیم؟ دوباره خطکش رو از پایین میذاریم و 2 سانت تا سمت راست اینا رو علامت میذاریم. دوباره نقطه هامون کاملا ریز، نقطه بزرگ نمیذاریم. ببینید بچه الان من این نقطه ها رو گذاشتم که این قسمت رو شما داشته باشید. این ور رو من انجام دادم. این نقطه ها تا انتها میخوره. بچه اون پرتی کار که بهتون گفتم نگاه کنید. الان اینجا خونه ما 2 سانته، تمامشون 2 سانت، ولی خونه آخر ما 1 سانت و 7 میله. دوباره اگر از بالا من بخوام علامت بزنم، از سمت چپ شروع میکنم میام به سمت راست، نمیام از سمت راست شروع کنم بیام به سمت چپ، چون پایین رو من از سمت چپ شروع کردم رفتم به سمت راست. اینجا الان دوباره خونه آخر من میشه 1 سانت و 7 میل. وقتی این خطوط نقطه ها رو هم گذاشتیم، حالا میایم دوباره این نقطه ها رو با خطکش به همدیگه وصلشون میکنیم. دوباره حواستون باشه که حتما از روی نقطه ها رد بشید و اینکه حتما کمرنگ بکشید روی کاغذی که قرار طراحی کنید. خطکش رو کاملا رو نقطه ها قرار بدید، نگهش دارید، نذارید خطکش توی دستتون تکون بخوره، که اگر تکون بخوره این باعث میشه که خطوطتون کج و ناراست در بیاد و جدولتون کاملا اشتباه بشه. خب بچه این جدول ماست، جدول 2x2. حالا میایم چی کار میکنیم؟ جدولمون رو عدد گذاری میکنیم. 1 2 3. فقط حواستون باشه بچه فقط خونه اولمون رو عدد میذاریم، ما نمیایم کل جدول عدد بذاریم.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15. اینجا یک رو داریم، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 و 21. یعنی تو قسمت افقی ما 15 تا خونه داریم و تو قسمت عمودی 21. بچه‌ها این عددهایی که من گشتم من کاملا پررنگ گشتم که شما بتونید ببینید، ولی شما همین عددها رو هم باید خیلی کمرنگ بذارید، یعنی فشار به مداد اصلا نباید بیارید، چون تمام اینها بعد اینکه شما طراحیتون روی این برگه تموم شد باید همشون پاک بشن. خب خونه های روبرو هم دوباره مثل همین نگاه کنید. اینجا خونه مورد شماره 2، اینجا رو دوباره میذاریم 2 3 مثل همین تا کف. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 و 21. دوباره پایین رو هم مثل بالا خونه 2 ما اینجاست، اینجا رو 2 میذاریم 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و 14. چرا این کار رو میکنیم بچه ها؟ نگاه کنید بچه ها، ما میخوایم، من یک طرح از قبل آماده کردم، میخوایم این طرح رو بکشیم، درسته؟ دوباره این طرح کپی رو میایم مثل همون برگه قبلی به همون شکلی که اونو جدول بندی کردیم اینم جدولیش میکنیم، یعنی از بالا 2 سانت تا کف، دوباره از سمت راست 2 سانت تا کف، خونه هامون رو به هم دیگه وصل میکنیم و دوباره از این ور از سمت چپ علامت زده بودیم توی برگه قبلی، اگر دقت کرده باشید اینجا رو موقع که علامت پایینش و افقش رو میخواستیم بزنیم از سمت چپ شروع کردیم، 2 سانت رفتیم اینجا که 1 سانت و 7 میل پرتیه کارمون افتاد سمت راست. مال اینم همینجوری روی برگه کپی هم دوباره 2 سانت میزنیم تا به سمت راست برسیم، یعنی خونه آخر ما میشه دوباره 1 سانت و 7 میل. نگاه کنید من این پایینش رو انجام میدم، 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30. نگاه کنید خونه آخر من دوباره شد 1 سانت و 7 میل، یعنی پرتیه کار من دوباره مثل برگه زیریم افتاد سمت راستم. دوباره این فقط حواستون باشه بچه توی برگه کپی، یعنی اون طرحی که میخواید بکشید، حتما توی این برگه دیگه جدولتون رو کاملا پررنگ بکشید، تا جایی که میتونید پررنگ بکشید. چرا باید پررنگ باشه؟ چون بعضی از کپی ها اون سیاهی که روی طرح هست اون نمیذاره شما خطاتون رو ببینید، پس تا جایی که میتونید پررنگ بکشید. فقط حواستون باشه که حتما خطوطی که دارید میکشید از رو نقطه ها رد بشه بچه، نه 1 میل به سمت راست نه 1 میل به سمت چپ، کاملا از روی نقطه رد بشه تا اون چیزی که میخوایم روی برگه اصلی در بیاریم بشه مثل خود همین طرح. یعنی چی میشه؟ انگار مثلا اگر شما وقتی که این رو میکشید با جدولی روی این برگه، هر کس نگاه کنه کار شما رو فکر میکنه که شما کپی کردید، یعنی انقدر مقیاس ها دقیق در میاد توی این کار که هر کس نگاه کنه میگه که ایشون کپی کرده، ولی نمیدونه که شما از
شیوه جدولی استفاده کردی و کپی نکردی. پس بچه ها این کاری که خدمتتون عرض کردم رو انجام بدید، یعنی یک طرح رو آماده میکنید، کپیش میکنید و یک برگه سفید برمی‌دارید، جدولتون رو میکشید روی اون کار، عدد گذاری میکنید تا کف و روی کپی هم همین منوال، یعنی دوباره اینجا رو هم باید شما عدد گذاری کنید تا سمت راست و بالا به پایین و جدولتون روی همین دوباره باید پیاده بشه تا انشالله تو جلسه بعد خدمتتون عرض کنم که به چه نحوی حالا باید این طرح رو روی این کاغذ سفید مثل خودش درش بیارید تا بتونید یک طرح کاملا زیبایی رو به تصویر بکشید. دوستان عزیز، انشالله که این آموزش به کارتون اومده باشه و انشالله تو جلسه بعد که انشالله فردا خواهد بود تو همین تایم براتون شیوه کشیدن رو به روی کاغذ اصلیمون بهتون میگم که به چه شکلی بکشید. شما در هر سنی که باشید، از سن 8 سالگی تا سن 50-60 به راحتی میتونید به این شیوه خیلی ساده میتونید طراحی رو انجام بدید و بهترین طرح رو با بالاترین کیفیت و با ساده ترین ابزار انجام بدید و طراحی رو یاد بگیرید. انشاءالله که همتون از این آموزش استفاده کافی برده باشید. شما رو به خدا میسپارم تا انشالله تا جلسه بعد که انشالله شروع کنیم برای کشیدن طرح. دوستانی که این فیلم رو نگاه کردن لطفاً برام کامنت و پیام بگذارن که اگر انجام دادم بدونم که چند نفر دارن این فیلم رو میبینن و دوست دارن که آموزش رو تا حرفه‌ای با همدیگه پیش بریم. بچه اگر با من همراه بشید شما تقریبا میتونم بهتون بگم ظرف 1 ماه میتونید یک طراح سیاه قلم بشید. اکثر هنرجوهای من تو همون ماه اول طراحی سیاه قلم رو نمیگم خیلی در حد 100% ولی 80% یاد گرفتن و فقط میان ایرادهاشون رو از من میپرسن و ایرادهاشون رو بهشون میگم و بچه ها خیلی راحت دارن طراحی میکنن. انشالله که موفق باشید و پایدار تا جلسه بعد. بدرود.